اونا گفتن نمیتونی. منم اولش باور کردم. ولی یه چیزی تو ذهنم عوض شد. فهمیدم مشکل من استعداد نبود. مشکل من عادت هام بود. هر روزی که ادامه دادم از آدم قبلی یک قدم فاصله گرفتم. نه یه تغییر بزرگ، فقط تغییرهای کوچیک، هر روز. و یه روز رسید که همونا که میگفتن نمیتونی شروع کردن به سوال پرسیدن. چجوری اینقدر تغییر کردی؟ هیچ رازی نبود. فقط دیسیپلین، فقط ادامه دادن. پس یادت باشه، اونا میگن نمیتونی، ولی تو فقط باید ادامه بدی. بدترین حس دنیا میدونی چیه؟ وقتی حتی نزدیکترین آدمای زندگیت هم بهت ایمان ندارن. وقتی هر ایده‌ای که داری مسخره میشه، هر رویایی که تعریف میکنی خنده‌دار به نظر میاد. کم کم یه جایی میرسی که حتی خودت هم به خودت شک میکنی. با خودت میگی شاید واقعا من نمیتونم. منم دقیقاً همون جا بودم. هیچ کس منو جدی نمیگرفت. هیچ کس فکر نمیکرد یه روز تغییر کنم. ولی یه شب یه حقیقت تلخ فهمیدم. آدمای قوی با تشویق ساخته نمیشن، با تحقیر ساخته میشن. همون شب تصمیم گرفتم دیگه منتظر حمایت کسی نمونم. شروع کردم روی خودم کار کردن. وقتی همه خواب بودن بیدار میموندم. وقتی همه وقت تلف میکردن من تمرین میکردم. آروم آروم تغییر کردم. نه توی یک روز، نه توی یک هفته، ولی هر روز 1% بهتر شدم. روزایی بود که خسته می شدم. روزایی بود که می خواستم ول کنم. ولی یادم می اومد آدمایی که بهم خندیدن همونایی هستن که یه روز باید نتیجه رو ببینن. و دقیقاً همون اتفاق افتاد. چند ماه بعد همون آدمایی که می گفتن تو نمیتونی داشتن ازم می پرسیدن چجوری اینقدر تغییر کردی؟ راز خاصی وجود نداشت. فقط یه روز تصمیم گرفتم به جای گوش دادن به حرف مردم روی خودم کار کنم. یادت باشه، اولش همه بهت شک میکنن تا وقتی که نتیجه رو ببینن. و وقتی نتیجه دیده بشه، همون آدمایی که قبلا نادیدت میگرفتن شروع میکنن به زیر نظر گرفتنت. یه عده وانمود میکنن از اول کنارت بودن. یه عده سعی میکنن موفقیتتو شانسی نشون بدن. و یه عده هم هنوز قبول نمیکنن که تغییر کردی. ولی مهم نیست، چون تو دیگه اون آدم قبلی نیستی. تو فهمیدی هیچ کس قرار نیست بیاد زندگیتو نجات بده. هیچ روز جادویی وجود نداره. هیچ معجزه اتفاق نمیفته. همه چیز از همون لحظه شروع میشه که تصمیم میگیری دیگه برای ضعیف موندن بهونه نیاری. سخت بود، خیلی سخت. روزایی بود که هیچ نتیجه‌ای نمیدیدم. احساس میکردم دارم بی‌دلیل تلاش میکنم. ولی رشد واقعی همیشه آروم اتفاق میفته. درخت توی یک شب بزرگ نمیشه و آدم قوی هم توی یک شب ساخته نمیشه. فرق آدم موفق با بقیه اینه که وقتی هیچ نتیجه‌ای نمیبینه بازم ادامه میده. بیشتر مردم خیلی زود تسلیم میشن، نه چون ضعیفن، چون صبر ندارن. همه عاشق نتیجه‌ن، ولی کمتر کسی عاشق مسیر شدنه. تو باید یاد بگیری حتی وقتی هیچ کس تشویقت نمیکنه ادامه بدی. حتی وقتی خسته‌ای، حتی وقتی ناامیدی، حتی وقتی همه میگن ولش کن. چون یه روز میرسه که تمام اون شبای سخت، تمام اون تلاشای بی صدا، تمام اون لحظه هایی که میخواستی تسلیم بشی، از تو یه آدم متفاوت میسازه. آدمی که دیگه برای ثابت کردن خودش به کسی نیاز نداره. پس اگه الان توی سخت‌ترین نقطه زندگیتی، اگه همه بهت شک دارن، اگه حس میکنی هیچ کس باورت نداره، فقط ادامه بده. شاید الان کسی نبینه، ولی یه روز نتیجت اونقدر بلند فریاد میزنه که همه مجبور میشن باور کنن. و اگه هنوز فکر میکنی تغییر خیلی سخته، باید یه چیز مهم رو بدونی. تو قرار نیست یک شب عوض بشی. تو فقط باید عادت‌هاتو عوض کنی. همین. زندگی تو نتیجه کارهای کوچیکیه که هر روز تکرار میکنی، نه تصمیم‌های بزرگ لحظه‌ای. اگر عادتت تنبلیه، زندگیت همون میشه. اگر عادتت عقب انداختنه، آینده‌ات هم عقب میفته.
ولی خبر خوب اینه، تو میتونی از همین امروز شروع کنی، نه از فردا، نه از شنبه، از همین لحظه. 30 روز آینده میتونه زندگی تو رو عوض کنه اگر فقط چند عادت ساده رو تغییر بدی. زود بیدار شدن، حتی وقتی حسش نیست. کنار گذاشتن حواس پرتی‌ها، مخصوصاً چیزهایی که وقت تو می‌دزده. هر روز، حتی کم ولی ثابت کار کردن روی خودت. مطالعه کردن، تمرین کردن و ادامه دادن حتی وقتی انگیزه نداری. تو لازم نیست کامل باشی، فقط باید ثابت باشی. چون 30 روز بعد بدنت عادت میکنه، ذهنت عادت میکنه و زندگیت شروع میکنه تغییر کردن. اون موقع که میفهمی مشکل تو هیچ وقت استعداد نبود، مشکل فقط عادتهای اشتباه بود. و وقتی عادتهات رو عوض کنی، تو هم عوض میشی. آروم ولی واقعی. پس همین امروز شروع کن، چون نسخه جدید تو منتظر تصمیم توه و این آخرین چیزی هست که باید بشنوی. هیچ کس قرار نیست بیاد زندگی تو درست کنه. هیچ کس قرار نیست نجاتت بده. نه، انگیزه همیشه میمونه. نه، حال خوب همیشه هست. ولی چیزی که میتونه تو رو جلو ببره دیسپلینه، نظم و تمرکز روی خودت، نه روی بقیه، نه روی حرف مردم، نه روی مقایسه کردن خودت با دیگران. فقط روی خودت، روی نسخه‌ای که هر روز باید از دیروز بهترش کنی. اگه میخوای تغییر واقعی ببینی، باید یاد بگیری حتی وقتی حوصله نداری ادامه بدی، حتی وقتی خسته‌ای، حتی وقتی نتیجه نمیبینی، چون آدمای موفق هم همیشه انگیزه ندارن. اونا فقط دیسیپلین دارن. کاری که باید انجام بشه رو انجام میدن، بدون بحث، بدون بهونه. پس از همین امروز روی خودت تمرکز کن. عادتهات رو درست کن. نظم بساز و ادامه بده. حتی اگه آهسته باشه. حتی اگه سخت باشه. چون روزی میرسه که برمیگردی نگاه میکنی و میبینی اون آدمی که هیچ کس بهش باور نداشت، با همین دیسیپلین، با همین استمرار، زندگیشو کامل عوض کرده. پس ادامه بده. تو هنوز تموم نشدی. این اولین ویدیوی کانالمونه، جایی که قراره درباره قدرت، دیسیپلین و تغییر واقعی حرف بزنیم. اگر این ویدیو حتی ذره‌ای بهت انگیزه داد، ازت میخوام حمایت کنی. لایک کن، سابسکرایب کن. چون اینجا قراره با هم قوی تر بشیم. با هم ادامه بدیم و با هم تغییر کنیم. و یه چیز مهم، اگر واقعاً تصمیم گرفتی تغییر کنی، همین زیر بنویس من شروع کردم. و چند روز یا چند هفته بعد برگرد همین کامنت رو ببین. ببین چقدر فرق کردی. اینجا فقط یک کانال نیست. اینجا شروع نسخه جدید توه.